و رسول الله صلی الله علیه و چی گفتن؟ خب زکاتش را اگر ندهد در روز قیامت آن را خداوند مال و ثروتش چیکار میکنه؟ به صورت مار اژدها در میآورد که چی؟ در گردنش میپیچد، گردی میان تا گردنش میپیچد، سر و دمش را در بین شانه انمی صاحبش میماند، دم شقتی شانش سرش در بین شانش میماند قرار میدهد و میگوید من همان طلا و جواهرات تو هستم، زکاتش را نداری. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیه ولا یحسبن را چی تا آخری آیه قرائت فرمودند. گمان نبرند آنان که در پرداخت زکات بخل می‌ورزند کار نیک انجام میدهند، آنهایی که زکات نمیدهند گمان نکنند که کار خوبی کردگی‌اند. نه هرگز این کار خوبی نکردند. توضیح این که دو خال سیاه که در بالای دو چشم مار وجود دارد زبیبتان گویند، دو استخوان که زیر شانه است خب لحظمه گویند. اگر ما را نگاه کنید در بالای لش دو خال سیاه دارد. پیغمبر صلی الله علیه و آله نامش گفت که زبیبتان نام دارد. بسیار زهرش قاتل است. و دو استخوانی که زیر شانه است چی نام دارد؟ لحظمه. انمی در بین شانه دو استخوانی هست که او را لحظمه میگن. همونجا در او میبیارن سرشت که دمش میماند تا روز قیامت عذاب میتید میشه. دیگه او را هیچ قدرتی نیست که اعترافش کند. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامه اعظم ما يكون واسمنه تطؤوه باخفافها وتنطح بقرونها كلما جازت اخراها ردت عليه اولاها حتی یقضى بین الناس. رسول اکرم فرمودند هیچ مردی نیست که شتر یا گاو یا گوسفند داشته باشد و زکات آن را ندهد جز اینکه در روز قیامت آن حیوان چند برابر بزرگ و فربه خواهد شد که صاحبان خود را زیر پای و سم میگذارد. شتر دارد انسان، شتری زیاد دارد، گاو دارد، گوسفند دارد. اگر از گاو و شتر و گوسفندش زکات را ندهد پروردگار روز قیامت همین گاو و شتر را با او اندازه کوب کلانش میکند. بسیار بدهیبت و کلاش را میکند که صاحبش چی؟ تا روز قیامت زیر همین سنبای باشد لط و کوب میکند، میزند. چون رد شوند باز برمیگردند و با شاخ صاحبان خود را شاخ میزنند، با سنبای پاشون را میزنند، میروند او صبح گشترکی با شاخهاشون میزنند، شاخش که میزنه بردارش. حال آنان چنان است تا خدای متعال در بین مردم قضاوت و حکمش را چی؟ با پایان تا پروردگار خودش حکم نکنه و فرمان نده که مگی را طرف نکنه تا انمون روز زیر سنبی انمی شتر و گاو و گوسفنداشون، آدمایی که از شتر زکات ندادن، آدمایی که از گوسفند زکات ندادن، آدمایی که از گاو زکات ندادن، حالشان چنین است. شیخان از عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول صلی الله علیه وسلم زکات فطر صدقه فطر است. زکات روزه میگن. خب زکات فطر را فرض کرد و آن صاع است از خرما، یک صاع از خرما است، یا صاع است از جو، یا یک صاع جو. و امثال آنها که قوت باشد، کسی قوت داره خرما بودید. حاضر مثالا صدقه فطر 5 سال بود، هم خبود صدقه فطر گذاشته بود 5 سال سرش است. این با پول گندم بود، لیکن برای این همه نه این 5 سال برای شخصایی که قوت با خرما ندارن، قوت با مویز ندارن، قوت با جو ندارن، اینا گندم نگرفتن 5 سال. یا آدم بایست
ثروتمند است و قوت داره که خورما میتید یعنی 100 سوم میتید 200 سوم میتید بای بچه ها غیرت میکنن تا روزه شما قبول شما در بای خدا در رمضان اگر بای بچه ها حق دارن که پولی کلام میتید صدقه فطر شما 5 تا بچه داره 10 تا بچه داره همه او را پولی کلام میتید ما یک رفیق خیلی ثروتمند داریم خداوند همه بچه ها را ثروتمند کند من نامشانه میگیرم خیلی ثروت عظیم دارد ما با حضرت گفتیم امروز که او ما را سوال داد او حضرت گفت پیرم صدقه فطر چند سوم است من گفتم 5 سوم چند خانه داده ما گفتم شد که 10 نفره چند سوم میشه 5 سومی 50 سوم از اون خدایی که تو را قصر دادگیه ماشین 300,000 دلار دادگیه زکات میلیون زیاد است یک همون در قپک داری تو ممکن 500 دلار باشه همون در به قپک یک تاش چند تا داره دفعات یه شلوکت پرسیدم 1,500 دلار گفتیم 1,500 دلار شلوکش اما خیلی رفت مگر تو شرم نیست که 500 صدقه فطر بگیری گفت بیرون چه خبر بودیم گفتم اگر ما را همچون استاد همچون یک برادر علمی اگر قبول کنی سریع هر فرقان 100 دلار بودیم 100 دلار بودیم ما امید دارم که تا حال در تاجیکستان هم کسی نیست که سریع فرزندش صدقه فطرش چی 100 دلار داده باشه انشاءالله من امید دارم یکم آدم تی ترخ داده کتاب گینیس آسمانی بنویسه لوح محفوظ نامده می‌نویسد که این مردک 100 دلار صدقه فطر است میدونی چقدر کارت کلان میشود نترس بگوار خرسانش رفت چند وقت گذشت یک دملوی کلان کتی ها خود است من برادرای ما دادای خیر کم خلفتگیش داد است نکسی و دملو گفت که حضرت چکا کردی اینا دل چه یفتی چخیه شد که 100 دلاری سری هر یک فرزندش صدقه فطر دار 1000 دلار ماشاءالله خداوند اگر همین دعوتی ما را قبول کرد و به دعوت ما هدایت گرفته باشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله علی گفت اگر یک انسان توسط سخن تو راه بیامد و هدایت بیامد برای تو این بهتر است از صدقه کردن آنچه که میان زمین و آسمان است اگر همین من اگر مرا گرفته باشه 1000 دلار دادم شما امیدم که خدای 100,000 دلار ها میلیون دلار ها میتشه با یک قوله با یک احسان 700 خدا جودت کند از فضل بهت خدایت اقرض الله گفت ایجان و اقرض الله قرضا حسنا همین است در دادن زکات ما کم نمیشه در صدقه دادن ما کم نمیشه برعکس نمیشه خب و امثال آنها که قوت باشد بر بنده و آزاد بنده باشد آزاد باشد غلام هم باشد مرد و زن کوچک خود بزرگ از مسلمانان و امر فرمود قبل از رفتن به نماز عید پرداخت شود همین صدقه فطر برادر عزیز پیش از رفتن در نماز عید تا خواندن نماز عید تا امام بالای همین منبر برای خود بخواندن می شود صدقه همین امام خطبه که خوان تمام کرد به همین تمام یه صدقه فطر تمام داده می شود اگر بتی صدقه فطر نمی شود وای همون صدقه عادی می شود توضیح یعنی صاع یک صاع ایجام یا یک صاع گندم یا یک صاع بخیر صاع گفتن پیمانه است که حدود 3 کیلوگرم است یعنی یک صاعش 3 کیلو گندم می شود